اگر یکی از کامپیوترهای شما از طریق اینترنت بروز شده باشد، شما می توانید سایر کامپیوترهایتان را از طریق آن کامپیوتر بروز رسانی کنید. ابتدا برنامه بروز شده را به داخل یک فلش مموری بفرستید. سپس توسط آن فلش مموری سایر کامپیوترها را بروز رسانید. خب فرض کنید این کامپیوتر اولی هست که از طریق اینترنت بروز رسانی شده، نسخهش جدید شده. حالا میخوایم این نسخه جدید رو از طریق فلش مموری به بقیه کامپیوترها هم منتقل کنیم تا دیگه اونا نیاز نباشه از طریق اینترنت بروز رسانی بشن. روی منوی ابزارها کلیک کنید و بعد برید روی قسمت بروز رسانی دستی کامپیوترهای دیگر. این پنجره میاد. کلید 3 نقطه کنارش رو بزنید و فلش مموریتون رو انتخاب کنید. تایید و بعد هم شروع. این کار باعث میشه که فایل های مربوطه کپی بشن روی فلش مموری و بعد ما از طریق فلش مموری میتونیم کامپیوترهای دیگر رو بروز رسانی کنیم. به این ترتیب که وقتی که کارش تموم شد این فلش مموری رو متصل میکنیم به کامپیوتر بعدی و بعد فایلی که بهتون نشون میدم رو باید از توش اجرا کنیم تا اون کامپیوتر بروز رسانی بشه. پیغام میاد فایل ها با موفقیت انتقال یافت. اوکی رو بزنید. حالا میریم سراغ کامپیوتری که قراره بروز رسانی بشه. فلش مموری رو بهش وصل میکنیم و بعد در این کامپیوتر دوم باید مای کامپیوتر رو باز کنید، فلش مموری رو از توش پیدا کنید و بعد که فلش مموری رو پیدا کردید میبینید توش یه شاخه هست به نام AFG Exchange Upgrading Files. اینو بازش کنید. داخلش یه فایلی هست که نوشته AFG Exchange Upgrading Setup. این ستاپ رو باید اجرا کنید. یه پنجره باز میشه که در قسمت مسیر به صورت اتوماتیک مسیر فایل اجرایی برنامه صرافی رو نوشته. اگر این مسیر پر نبود کلید 3 نقطه رو کنارش بزنید و خودتون انتخاب کنید که برنامه صرافی الان توی کدوم شاخه نصبه، توی کدوم فولدر نصبه. بعد از اینکه اینجا رو پر کردید کلید اینستال رو بزنید. برنامه صرافی باید حتما بسته باشه وقتی که این کار رو میکنه. اگر باز باشه نمیتونه آپگریدش کنه. خب بعد پیغام میده که AFG Exchange is upgraded successfully. با موفقیت آپگرید شد. اوکی رو بزنید. حالا اگر برنامه صرافی رو اجرا کنید میبینید که نسخه جدید شده.